سلام افرادی فضل با خیر سرم از شخصیت منفی اصلی امر محمد. و به دلایلی ملت منو با خودشون شیب میکنن و برام عضله میکشن. نگاه کن بعدم میاد آخه. سلام، من فردی عملی با یه رنگی دیگه. از من توی داستان استفاده میشه که ملت رو دیوونه کنه با تئوریاشون، ولی این فقط یه تئوریه، یه تئوری بازی. سلام، من فردی ام ولی چاقم و توپل. بازی مورد علاقه من فورتنایته. سلام علیکم، من فردی پیرم. از من برای لوگوی عروسکا استفاده میشه با اینکه خودم عروسکی ندارم. همچنین من از داخل افسردم. میخواستم دریا بش. سلام، من فردی رنگ شدم ولی قشنگ‌تر. سلام، من فردی روحیم. من حتی یه ربات به حساب نمیام. سلام، من فردی ترسناک که با این پدر سگا بچه های منو به دلایلی با نایتمر بانی شیب میکنم. دست بردارش، من خستم از اینم. سلام، من فرد ترسناکم. من بچه میخورم. من سیابوس همونم و بازی رو کراش میکنم. هی بوان برو بگیرش. سلام، من فردی سیاه پوستم ولی کسی منو دوست نداره چون همه شادوانی رو بیشتر دوست دارم. سلام علیکم، من فردی ترسناکتر ما از من توی کتابم هست ولی هیچ کسی به من اهمیت نمیده چون هم عاشق گرگن. البته حتی تو گروه اصلیمونم نیست. مثلا فردی حساب میاد قیافه منو ببین. لطفاً پایسته که پیاده شی. من اصلا یه فردی نیستم، در از یه پاپتم که توی بدنه این یارو جا خوش کرده. من کوچول فردی ام. من برای تو ماموره مالیاتی قرارداد میبندم و کمکت میکنم با شکستن گردنم پول به دست بیاری. این زندگی منه. ابوالفضل. من فردی اسپاگتی هم. من همون ناردم ولی تصمیم بر این شدش که بیبیو شوت کنیم و من رئیس بشم. و صدای ضبط شده خندای من دوباره توی فناف کاستوم نایت استفاده شد. اسکات چرا این کارو میکنی؟ نوبت شوک الکتریکی توه. سلام، من باری خرگوشم. من اولین رباتیم که اسکات موقع ساخت بازی طراحیشو کشیده بود و به دلایلی همه فکر میکنن که من دخترم و تازه من موقع ساخته شدن بازی به خالقم کابوس میدادم و شما ملت خیلی فرارت سکسی از آن بکشیدید. بریم مسجد دعا کنیم برای جای انطرفه. سلام، من بانی دختر نمام. من یه پسرم. از من بیشتر میتونید داخل قانون 34 پیدا کنید. سلام، من بانی پیرمردم. من افسردگی مزمن دارم ولی با این حال اینو دارم که یه تیکه درباره صورتم بپرونید. سلام، من همون بانیم ولی عوضی تر پوسیده تر. با اینکه من قبلا بچه میکشتم ولی مثل اینکه یه عده فنگرل هستن که منو با سیکس پک نقاشی میکشن. تازه میخواین جیه جسد ببینید؟ زیادی بچه ها چه من قرار نشونتون بدم. سلام، من بانی ترسناکم. معمولا منو با فردی ترسناک شیب میکنن. شما منحرفات چتونه؟ برین خودتون رو اصلاح کنین مفسد نفلارس. ما خیر سرمون باید ترسناک باشیم. سلام، من همون قبلیم ولی هالووینی. ملت منو دوست داره. دوست من دست از پرد کردن من تو دیوار بر نمیداره و نمیره بخوابه. لطفاً کمک بفرستید. بوان چه بمونی خراب کنی؟ سرم ملاجم نابود شدم. فردی، آی فردی درد داره. ای چرا میزنی؟ سلام، من بانی عنکبوت مردم و من از تو کتابم. بدن من از 90% آب با سوراخ شرک و 10% پلاستیک بی‌دوام صفر ستاره است. سلام، من همون اسپریک تراپیم ولی با عروسکی شد ولی چرا قوار اصلا هم نمیگم.
فقط صورتی رنگی اون یکی هم، ولی فرقم اینه که دماغم صدا میده. بذار رو دماغم اگه جرأت داری. سلام، من آقای صدا. من خوشی به محل بودم تا وقتی که اسکات تصمیم گرفت کله منشو به جیمی نوترون کنه. راستی بذار یه چیزی بهت بگم، من همیشه برمیگردم. نه سلام، من چیکا جوجم. من بدترین عروسک‌های سری دارم و دوست دارم قابلمه مایتابه به هم بکوبم. همچنین مردم فقط به خاطر دختر بودنم ازم قانون 34 درست میکنن. سر همینه که بهتون دیگه اعتماد ندارم. چیکای جوان‌تر و طراحی من یه شوه بزرگه و اسکات از صدای من یه چیزی که مسخره ساخته. تو از صدای من خسته نمیشی؟ سلام، من چیکای پیرترم. من دست ندارم و تازه توی کاسونات پیشرفتم توی رولا گیر میکنم. من هندونم. سلام، من چیکای ترسناکم. من کاپیکمو پرت میکنم، فقط همین. سلام، من چیکای ترسناکم ولی رنگ شده. من کدومو پرت میکنم، فقط همین. سلام، من چیکای کاپکیکیم. من فقط توی کتابا هستم و کل کاپکیکام بهم وصله. این پرنده پیر از علامتای زمین خیز از میترسه. سلام، من فانتن چیکا هستم. من توی سیستم لوکیشن نیستم ولی طراحیم جذابه. من یه چیکای شکستم که فقط برای تئوری استفاده میشه، فقط همین. من فقط توی راهنما بودم، یه راهنمای بقا. چیه؟ سلام به همگی. من فاکسی روز دریایی ام و به شکل عجیبی کاراکتر مورد علاقه ملت تو کل سری ام و تازه سرعت هم مثل سونیکه و در عرض چند ثانیه میام سراغ باستنت. میدونی که منظورم از باستن گنجینه هاته و تازه فنگرلای سری هم به شکل نگران کننده و ترسناکی به من علاقه دارم و من آدم خوب نیست. کمک برسونید لعنتی ام. سلام، من از لحاظ تکنیکی فاکسی ام ولی بچه‌ها هی منو تیکه تیکه می‌کردن و کارکنان حوصله به هم چسبیدنمو نداشتن. جنسیت من بنده است. سلام، من فاکسی پیرمردم و از یه ماسکول نمیخورم چون که مثل بقیه اسکول نیستم. اشکالی نداره. آخه چرا گفتی اسکوله؟ آخه مگه مرض داری؟ آقا من مگه چی گفتم بهت؟ 7 سلام به همه دوستان عزیز، من تکسپتیکای هستم. سلام به همگی، من فاکسی ترسناکم و توی کمد زندگی میکنم. همش همینه و توی کمد انیمه میبینم. سلام، من دوباره از لحاظ تکنیکی فاکسی ام ولی ترسناک‌تر من اصلا توی بازی اصلی هم نیستم. سلام، من فاکسی صورتی رنگم. جنسیت من تا چند سال کلان نامعلوم بود چون من توی فناف سیستم لوکیشن صدا نداشتم و بعد یه دفعه سازنده من به من توی اولتیمیت کاستوم نایت صدا داد. متاسفم. یار پرندم ازت خوشش اومده و قراره بهت کمک کنم یا اینکه اعصابم خورد بشه و یهو بزنم پارت کنم. اضافی هم. من فقط یه رنگ دیگه از فانتان فاکسی هم ولی طرفدار عاشق کشیدن فنارت از منم. سلام، من فاکسی گوشتی ام و از سری کتابا هستم و تمام طول داستان من توی یه سنگ هستم و همش همینه.